روز خلیفه مسلمانان هارون الرشید در یک مجلس نشسته بودند و آب خواهش کردند که برایشان آب بیارند. وقتی آب را نوشیدنی شدند، همراهشان یکی از دانشمندان بودند که با نام ابن سماک. وقتی آب را نوشیدنی شدند، ابن سماک برایشان گفتند: ای امیرالمؤمنین، اگر شما به خریدن همین آب محتاج شوید و چقدر همین آب را میخرید؟ تشنه ماندی، آب نیست، همون آب را خریدنی هستی و چقدر آن را میخرید؟ گفتند به نصف ملکی، با نصف ملکم، نصف مملکتم را میدهم برای نوشیدن. تصور میکنید مملکت هارون الرشیدی که میگفت وقتی ابر را میدید میگفت سیری و امطری اینما ذهبتی فسیأتینی خراجک ان شاء الله. ای ابر میگفت به کجای میروی برو و به کجای میخواهی بارانت را نازل بکن، زیرا اینکه از آن بارانی که محصولات میبراید زکاتش به نزد من به بیت المال مسلمان ها میبیاید. اینقدر مملکت وسیع، اینقدر مملکت بزرگ. گفتند نصف ملکیتم را میدهم. سپس گفتند ای امیرالمؤمنین، وقتی می نوشید خارج کردنش قادر نشوید، به چه قدر میخرید؟ گفتند به نصف دیگرش. در این لحظه ابن سماک گفتند که ببینید این ملکی که ارزش یک قطره آب را نوشیدن و برآوردن را ندارد، مردم به این منافست و مسابقت میکنند. اگر نفری را دیدی که یک صاحب خانه حوله شد، صاحب ماشین شد، یعنی صاحب ملک شد و با آن مالکیتش فخر میکند، برایش 4 تکبیرات را بخوان. انسانی که صاحب ملک نیست در این دنیا، پادشاه هم که باشد او صاحب ملک نیست. الله سبحانه و تعالی یکی از نامهای زیبایش چی است؟ ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا، روز قیامت، پادشاه پادشاهان، ملک الملوک، شاهنشاه. این که است؟ الله است. و تمام موجودات، تمام کائنات و هر ملکی که هست همه صاحب آن و مالک آن کی است؟ الله است. الله یگانه است. نفری که خودش را چقدر بای میگیرد، نفری که خودش را صاحب ملک میگیرد، اصلا او صاحب ملک حقیقی نیست. صاحب ملک حقیقی کی است؟ الله است. بنابراین آن سوره تبارکه که هر یکی ما و شما میدانیم و بسیار میشنویم، نام آن سوره مبارکه چه است؟ سوره الملک، سوره ملک است. بنابراین در آغاز، در اولین آیه الله چی میگوید؟ تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بسیار پربرکات و بزرگ است کسی که آن ذاتی که تمام هستی جهان در دست اوست. او صاحب ملک است. الله پادشاه پادشاهان است. ببینید الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را با این نام زیبایش شروع کرد در سوره فاتحه و با همین صفت و با همین نام زیبایش قرآن را به آخر رساند با سوره ناس. الله سبحانه و تعالی در سوره فاتحه می فرماید مالک یوم الدین، یا در قرائت دیگر ملک یوم الدین، پادشاه روز جزا، مالک روز قیامت. و در سوره ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پادشاه مردم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم نفری که خودش را شاهنشاه، ملک الملوک نام میگذارد یا لقب میگذارد، گفتند این پسترین نام است، این جایز نیست، حرام است، قطعاً من است. زیرا اینکه ملک الملوک کی است؟ شاه شاهها کی است؟ الله است.
بنابراین الله سبحانه و تعالی روز قیامت وقتی تمام عالمیان به نزد الله زنده میشوند، الله میگوید لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. امروز صاحب ملک کیست؟ پادشاه حقیقی، شاه شاهان کی است؟ لله الواحد القهار، از آن الله یگانه پیروزمند است. و بنده مؤمن حقیقی چقدر که او صاحب ملک می شود، چقدر که سلطان او وسیع می شود، او حقیقتا درک می کند که صاحب ملک حقیقی او نیست. ببینید خلیفه، یکی از خلفا مأمون، وقتی وفاتش ندا می کند، وقتی کفنهایش را می بیند میگوید ما اغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. میگوید یا الله تو رحم کن بنده را که یگان مالکیتش، مال و ملکش او را از تو بینیاز نکرد. هلک عنی سلطانیه، سلطان من، تمام آن مالکیتی که امروز من در دست دارم همش رفت، همش هلاک شد و یگانه ملکی که هلاک نمی شود این ملکی تو است. تو صاحب ملک حقیقی است، بر حال من رحم کن. آنها بندگان مؤمن حقیقی بودند، گرچند پادشاه هم که بودند آنها درک کردند که این دنیا و مالک و پادشاه حقیقی این دنیا و آخرت یگانه الله است. همچنین وای بر حال آنهایی که در نزد سلطان و در نزد شاهان این دنیا در نزد آنها رفته سرخم میکنند و از ملک آنها طمع میکنند. مؤمن حقیقی از الله نیازش را خواهش میکند، از صاحب ملک حقیقی و از سلطان الله امید میکند. ببینید این دانشمند بزرگوار نترسیده در نزد خلیفه سخن حق را بیان کرد. آیا هست کسی که امروز در نزد شاهان سخن حق را بیان کند و بگوید که شاه حقیقی، شاه شاهان الله است و چقدر که مالکیت تو در این دنیا زیاد گشت، بدان که صاحب آن و مالک آن، صاحب ملک حقیقی الله است و تمام ملک تو در این دنیا به زوال است. الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله ما و شما را بندگان حقیقی ملک الملوک، شاه شاهان الله یگانه بگرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.